بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دوستای عزیز، ما و شما در سپاره سوم در جزء سوم قرآن عظیم الشان که تلک الرسل است و در اینجا درس شروع کردیم. احکام تشریعی اعتقادی بود و خواندیم که چهارمی حکم که عدم اکراه در پذیرش چی بوده که در پذیرش دین، و پنجمیش که امروز شروع میکنیم آیت 257 است از سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اینجا پنجمی چیزی که در نظام اعتقادی اسلام هست، موضوع اثبات ولایت و دوستی الله با مؤمنان و دوستی و ولایت کافرا با طاغوت هست. الله ولی الذین آمنوا، الله سبحانه و تعالی ولی و دوست الذین کسان است که آمنوا ایمان آوردند، یخرجهم من الظلمات الی النور، اینا را بیرون میکنه الله متعال از تاریکی های کفر و شرک و بی‌ایمانی به طرف نور. والذین کفروا، و کسایی که کافر شدن، اولیاءهم الطاغوت، اولیاء و دوست از اینا طاغوت است. یخرجهم من النور الی الظلمات، که طاغوت اینا را از نور ایمان و از هدایت به طرف تاریکی های کفر میکشانند. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا اهل دوزخ هستند و دایی بسیار همیشه در دوزخ می باشند. خب ما و شما در این سوره بقره آیت 257 این بسیار مهم است دوستای عزیز که از وقت انسان موحد است، از لوازم توحید چی هست که انسان مؤمن دوستی با الله و دوستی با اولیاء الله و دوستای الله داشته باشه و براعت خود و دشمنی خود با دشمنای الله ایره آشکار بکنه. اینالی امکان نداره که یک کسی هم دوست الله باشه و هم دوست طاغوت باشه. خوب متوجه باشین یک موضوعی کلیدی اعتقادی هست. بعضی کسا هم دوستی با الله میکنن و هم دوستی با طاغوت میکنن، مثل که مشرکین هم عبادت الله را میکنن و هم عبادت غیر الله را میکنن. اینا کسایی که در شرک مبتلا میشه چه قسم میشه که اینا عبادت الله را میکنن، در پالوی ازی بعض عبادت ها را به غیر الله میکنن و این شرک گفته میشه. و کسی که هم الله را میخواه و هم با طاغوت ارتباط میداشته باشه، اینا باز هم ایمان از این در خطر است و این در کفر داخل میشه. انسان مؤمن بسیار متوجه باشه چطور میتونه انسان هم دوستی با الله بکنه هم دوستی با دشمن الله بکنه. چطور میتونه انسان این تجزیه نمیشه، مسائل اساسی اعتقادی این تجزیه نمیشه که انسان بگه که خیر است ما 50% یا مثلا 60%، 70%، 80% دوستی با الله میکنیم، یک 5%، 10% با غیر الله. الله از 99.99 هم اگر یک قسمت ازی به غیر الله شود، الله این دوستی و ولایت قبول نمیکنه. چرا؟ به خاطر که طاغوت انسان
از نور ایمان میکشه به طرف کفر یا آیت قرآن همین قسم میگه الله ولی الذین آمنوا، الله دوست مؤمنان هست، یخرجهم من الظلمات الی النور. الله چی میکنه؟ یخرجهم، اینا را خارج میکنه. کی خارج میکنه؟ الله. توسط چی؟ توسط پیغمبر، توسط قرآن، توسط سنت، توسط هدایت و راهنمایی بیرون میکنه دوستای خدا از تاریکی های کفر و بیدینی و شرک و ارتداد به طرف نور ایمان. و ظلمات اینجا چی گفته شده؟ جمع گفته شده و نور یک گفته شده مفرد. چرا؟ به خاطر که کفر بسیار اشکال و انواع مختلف داره. کفر سکولاریزم، کفر داروینیزم، کفر سوسیالیزم، کفر کمونیسم، کفر بتپرستی، کفر قبرپرستی، کفر دموکراسی، کفر سیاست های غربی. اینا ظلمات بسیار زیاد است. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. ببینین طاغوت دوست کافرها هست. الله میگه دوست من نیست. والذین کفروا اولیاءهم، دوستای از اونا باز طاغوت است. و طاغوت گفتیم سه قسم است که انسان باید از سه قسم طاغوت چی باشه؟ کفر خود اعلان بکنه. با که طاغوت دو میزنه، بندیت میکنه، میکشه، هر چی که زورش رسید بکنه. مؤمنین هم در مقابلش جهاد میکنن. لکن در مقابل از طاغوت انسان باید از سه قسم طاغوتی که علامه ابن قیم جوزی گفته است، از این باید انسان چی طاغوت مطاع باشه، یعنی قانونگذارا و تطبیق کننده های قانون انسانی بالای مردم در لباس های مختلف، رئیس جمهور، پادشاه و سردار و رئیس قبیله و به هر لباسی که باشه، و یا هم به لباس پارلمان و کانگرس و مجلس شیوخ و لویه جرگه و اینی گپا، و یا هم طاغوت مطبوع باشه، علمای سوء احبار و رهبان یهود و نصارا واره که اینا برای طواغیت برنامه ریزی میکنن، بر از اونا فتوا میتن. مفتی هست لباس یک عالم دین. احبار و علمای یهود بودن، راهبان پیرها بودن، کلانا بودن، بزرگایشان بودن. لکن اونا وقتی منحرف شدن، احبار و رهبان، اینا فتوای غلط میدادن و کسایی که از این احبار و رهبان و از علمای درباری و از این مفتی هایی که به نفع طاغوت های دیگه فتوا میتن، اینا هم طاغوت مطبوع گفته میشن. وقتی از اینا متابعت شد، الله متعال گفت اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب، این رب گرفتن. پس این طاغوت، البته طاغوت هم باید کافر شوی. تو گفتنش که ولی عالم است، میره دوست دارم. عالم در اسلام ما رجال الدین نداریم. در اسلام هر کسی که مطابق قرآن و سنت تسلیم بود، آمنا و سلمنا، که گفت این ما قبول داریم. مجرده که با ریش و با لنگی و با قواره و با عبا و با عمامه و با چپن مخالف قرآن و سنت فتوا داد و مخالف قرآن و سنت گپ زد، این خودش به طاغوت مبدل میشه و پیروایش پیروای طاغوت هستن. و این مسئله جنگ کفر و ایمان و بدگویی های طاغوتی ها برای مؤمنین و موحدین از حال نیستی. از زمان آدم علیه السلام و نوح علیه السلام تا روز قیامت ادامه داره. و سومی قسم طواغیت که به او کافر باید شویم و از او دوری بکنیم. کسایی که خوش هستن صفات الله را یا ادعا بکنن یا اگر دیگه برشان ایره میگه اینا خاموش باشن. یک تعداد ادعا میکنن، میخواین که خود معبود بسازن، مثلا ساحرا و فالبینا و تاویزگرا، اینا صفات الله را ادعا میکنن، علم غیب ادعا میکنن و پیروای از اینا هم پیروای طاغوت است. و یک تعداد دیگهش میشینن و دیگران میان در مقابل از اینا رکوع و سجده میکنن. پس از این هم باید احتیاط انسان بکنن. و کل از اینایی که پرای نو طاغوت است، الله میگه اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. الله متعال ما و شما را از آتش دوزخ نگاه بکنه و باز خصوصا آتش دوزخ که میگه خالدون دائمی میباشه. شما یک لحظه مثلا یک پلتو
گوگل ده بگیرین 1 دقیقه دستان سرش بگیرین. انسان 1 ثانیه نمیتونه که امی گوگل ده بگیره و ببینین که انسان در چی حالت قرار میگیره. الله حفظ بکنه. ششمین نکته اعتقادی در آیت 258 است که گفتگوی ابراهیم علیه السلام با پادشاه کافر در مورد توحید ربوبیت است. الم تر آیا ندیدی الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، به او کسی که حجت بیان کرد، دلیل میگه با ابراهیم علیه السلام در مورد پروردگارش، ان آتاه الله الملک، الله برای ملک و پادشاهی داده بود، پادشاه شده بود، الله برش مقرر و مقدر کرده بود، لکن این پادشاه به یک طاغوت مبدل شد و در مقابل کی قرار گرفت؟ ابراهیم علیه السلام. و ابراهیم علیه السلام امرای ازی در مقابلش استاده میشه. از قال ابراهیم، و ابراهیم علیه السلام برازی دعوت میکنه و برش میگه که ربی، رب من، پروردگار من، خالق من، الذی، او ذاتی هست که یحیی و یمیت، یحیی زنده میکنه و یمیت و میمیرانه. قال، این طاغوت چی گفت؟ میگه که انا احیی و امیت، من هم زنده میکنم و میمیرانم. چه قسم زنده میکنی و میمیرانی؟ ببینید اکثرا انسان های بیدین که است فهم غلط خود دین جلوه میده و میگه ما همین دین است. رب العالمین یک کسی را از هیچ خلق میکنه. طفل در بطن مادرش از یک قطره آب، از یک کروموزوم های جنسی XX و XY خلق میکنه. اما این چی میکنه؟ این 2 بندی را میاره پیش ابراهیم علیه السلام و بر ابراهیم علیه السلام میگه اینا من هم زنده و میمیرانم. 2 بندی را میاره، یک بندیشه اردوی ازو سر ازو حکم اعدام است، اردویشان به اعدام است. میگه این اعدام کو، اینه یعنی کشتم و دیگه چه زنده بان، برو تو شعار بگرد. ابراهیم علیه السلام تعجب میکنه که امی زنده کردن و میراندن است، آل برای انسان جاهل چی بگویی؟ برای انسان جاهل چی بگویی؟ به این خاطر دعوتگر مسلمان که پیرو ابراهیم علیه السلام است، امو دلایل خود تبدیل میکنه، دلیل خود تبدیل میکنه، دلیل دیگه میگه که این طاغوت خاموش بانه. الله متعال میگه قال ابراهیم، خب ابراهیم علیه السلام این کار که کرد، او طرفدارشان چک چک زدن که اینه و دیدی زنده کرد، دیدی که کشت. سبحان الله، الله همی قسم زنده میکنه و میمیرانه. بعد از چی میگه؟ قال انا احیی و امید. قال ابراهیم، میگه ابراهیم علیه السلام گفت فإن الله یأتی بالشمس من المشرق، پس الله سبحانه و تعالی، حالا میای برش دلیل دیگه میگه، الله سبحانه و تعالی میگه ذاتی هست که آفتاب، شمس، آفتاب من المشرق، از مشرق طلوع میکنن، فأتی بها من المغرب، شما خود ادعای ربوبیت میکنین، بفرمایین بیارین از مغرب، از طرف غرب که ما کل ما ببینیم. این خود 2 نفر خود خلاص. فبهت الذی کفر، این انسان کافر که طاغوت چی شد؟ مبهوت ماند، خاموش ماند، نمیتونه، چلش ختم شد. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله قوم ظالم هدایت نمیکنه. پس این ربوبیت الله را نشان میده که حکم تکوینی الله در چی؟ حکم تکوینی الله در تمام کائنات. آفتاب از مشرق کی طلوع میده؟ الله. از مغرب کی غروب میده؟ الله. کی آفتاب خلق کرده؟ الله. کی زمین خلق کرده؟ الله. کنترل از اینا رو کی میکنه؟ الله. پس این ربوبیت الله هست که در آیات قرآن انسان مؤمن باید به ربوبیت الله تسلیم باشه. دلیل هفتم عقیده به زنده شدن بعد از مرگ است. حال یک کسی در راه میره، در یک گپ در دلش میگرده، آدم خوب است، در دلش میگرده و این مردم این مشکل دارن. او کالذی مر علی قریه، یا کسی که مرور کرد به قریه و هی خاویه علی عروشها، عروش چطه میگه قریه هم سرچپه، دیوارش کلش چپه شده، قریه ویرانه هست. قال این شخص گفت ان یحیی هذه الله بعد موتها، این چه قسم الله دوباره این قریه را و اهل زیره و مردم زیره و این قریه را دوباره چه قسم الله زنده میکنه بعد از مرگش؟ خود تک تک قریه ختم از دیگه، هیچ چیز اینجا نمانده.
الله متعال عال بر عزی و به مردم نشان میده. فاماته الله 100 عام، میگه الله متعال خود امی شخص 100 سال میران. ثم بعثه، باز ایره مبعوث کرد، دوباره زندهش کرد. قال کم لبثت، پرسانش کرد که چقدر وقت تو در خواب بودی؟ این فکر کرد. قال لبثت، گفت که ما باقی ماندیم یوما او بعد یوم، ممکن یک روز یا نصف روز یا قسمت از روز. قال بل لبثت، گفت بلکه تو باقی ماندی 100 عام، 100 سال. 100 سال؟ بله. فانظر الى طعامك، به طرف غذایت سیکو، و شرابک و نوشابه سیکو، لم یتسنه، اینا تغییر نکردن. در 100 سال تغییر نکرده؟ بله، در 100 سال به قدرت الله تغییر نکرده. وانظر الى حمارک، اون مرکب تا سیکو، وقتی که مرکب خدا سیکو که دید که او یک تکه اسکلیت گشته و گوشتایش و کلش اینا پوستش همت یک استخوان خالی مانده. ولی نجعلک، گفت ببین این فهمید که اوه اینقدر وقت ما اینجا باقی ماندیم که این مرکب مرده و بالاخره مردار شده و بالاخره گوشتش هم از بین رفته و پوستش هم از بین رفته و استخوانای از این مانده. گفت ولی نجعلک، تا تو هم همی قسم مرده بودیم، ما تو را حفظ کردیم، زنده نگاهت دادیم، تو را نگذاشتیم که استخوانا و گوشتت مثل ازی وارد شوه، پوسیده شوی، از بین بری. آل زندگی دوباره تو چی شد؟ ولی نجعلک آیتا للناس، تا ما تو را بگردانیم دلیل به قدرت الله سبحانه و تعالی در زنده کردن بعد از میراندن. للناسی، برای مردم، چون کل مردم از این حادثه خبر است که خودت رفتی و نیستی و نابود شدی، و آل باز مردم وقتی که ببینه که دوباره زنده شدی باور میکنن که واقعا. وانظر الی العظام، به طرف گوشت ها، توته های استخوانی که از این مرکب دو جا افتاده، هر طرف توته شده، هر طرف افتاده، ببین به طرف هجا که کیف ننشزها، ببین که این استخوان ها را که ما چه قسم او را بر میداریم و به هم پیوند میتیم، ثم نکسوها لحما، باز بر از او لباسی یا کسوتی یا پوشی از گوشت میتیم. فلما تبین له، پس وقتی که میگه بر از این معلوم شد، قال، گفت که اعلم، و میدانم که ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا که الله سبحانه و تعالی به هر چیز قدرتمند هست. اشتمین موضوع اعتقادی، باز هم موضوع زنده ساختن مرده ها، و در این مرحله حتی قطع شدن گوشت از اینا، یعنی حکم تکوینی الله هست. حکم تکوینی الله هست که چه قسم مخلوقات زنده میکنه، و این زنده کردن مخلوقات دلیل بر چی است؟ به زندگی مخلوقات در روز آخرت است. و اذ قال ابراهیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى، در اینجا میگه که وقتی ابراهیم علیه السلام گفت که ای رب من، کیف تحیی الموتى، مرده ها را چه قسم زنده میکنی؟ قال الله متعال، گفت اولم تؤمن، آیا ایمان نداری ای ابراهیم؟ قال بله، گفت بله یا پروردگار، ایمان دارم الحمدلله، ولکن لیطمئن قلبی، میخوایم به خاطر اطمینان قلبم ببینم. خب ابراهیم دو خلیل الله هست، دوست الله هست، تقاضا میکنه از دوست خود، ایمان داره، عقیده داره، خالق متعال میشناسه، ولی یک تقاضا میکنه الله متعال برش مثالش بیان میکنه. قال برش الله متعال میگه که فخذ 4 من الطیر، پس 4 دانه چیز بگی، پرنده رو بگی، پرنده های مختلف، فصرهن الیک، پس امی پرنده ها را چی کن؟ چند پرنده را وقتی که گرفتی، اینا را با خود عادت بده، و اینا را خب اینا را با خود عادت بده، و اینا را ذبح بکو، و اینا را قطعه بکو، و اینا را کوفته بکو. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، با همین 4 پرنده که 4 قسم هستن، یا را بگی
وقتی که خوب کوفتهشان کردی با هم قطع شدن، ببینید قدرت، یعنی حکم تکوینی الله. یکی حکم تکوینی الله هست و یکی حکم تشریعی الله هست. حکم تکوینی الله که در کائنات است، در مخلوقات است، در آسمان ها، در زمین، در خلقت ما و شما بینیم، این قسم است حکم تکوینی الله هست. ما دستای این قسم خلق شده حکم تکوینی الله هست. و ای که ما و شما نماز میخوانیم و روزه میگیریم و نظام های الهی رو تطبیق میکنیم، این حکم تشریعی الله هست. الله سبحانه و تعالی حکم تکوینی خود بر کائنات و مخلوقات برای ابراهیم علیه السلام نشان میده. میگه وقتی که کوفته کردی، بان در چندین کو توته های از یارم، ثم دعاهن باز اینا را صدا بکن یأتینک سعیا، که هر کدام از این به پیش تو، اما تو به بسیار سرعت به طرف تو میای. و علم و بدان ان الله عزیز الحکیم، یقینا که الله ذات با عزت غالب هست و بسیار حاکم با حکمت است. یعنی حکم از او هست و بسیار با حکمت او است. حکم تکوینی یعنی هم حکم تکوینی مربوط الله هست و هم حکم تشریعی هست. با اردوی ازی باید انسان عقیده داشته باشه. نومی نقطه که هسته بعد ازی نوبت به چی میه؟ احکام تشریعی مالی و اقتصادی میه. احکام تشریعی مالی و اقتصادی در آیات قرآن بسیار زیاد است و اینجا مثال هایش میه، باز دیگه جاهای قرآن هم میه. اینال کسانی که این نظام مالی و اقتصادی اسلامی را میفهمند و نظام اقتصادی اسلام امی هست که اساسات اقتصادی اسلام در حلال، حرام، جایز، ناجایز، خوب، زشت، اما بعض موضوعات مخصوص اقتصاد که بر انسان ها گذاشته هست که وسایل اقتصادی و مثلا ترتیب و تنظیم مسائل اقتصادی هست، او مربوط به علم و مربوط به اختیار انسان ها که برشان الله داده است. لکن مسائل قوانین که باید مثلا در این چی احکام مراعات شود، خصوصا مسائل حلال و حرام و جایز و ناجایز، مثلا در نظام اقتصادی اسلام وقتی شراب حرام است، بنابراین ما از نگاه اقتصادی نمیتونیم فابریکی شراب سازی داشته باشیم. وقتی که زنا حرام است، اگر یک کس طاغوت نیست، مسلمان هست و رهبر یک مملکت است و ادعای اسلام میکنه، باز او زنا را بند میکنه. اما اگر این انسان به عوض حکم الله میخواد زنا را ترویج میده و اجازه میده، این خود ازی به طاغوت مبدل شد، چرا عوض شریعت الله قانون دیگیر آورد که در او قانون زنا اجازه هست، شراب اجازه هست. و بسیاری وقتا بسیاری کسا به می شکل از دایره ایمان خارج میشن و چون علمیت و دانش نیست نمیفهمن، به این خاطر و تواغیت درباری باز برشان فتوا میدن. از این خاطر او خوشحال است من بسیار انسان مؤمن و دیندار هستم و در حالی که قانون را توشیح کرده و قانون تطبیق میشه به نام سیاحت که در او زنا هست، 5 استار زنا هست، در او شراب هست، در او قمار هست، همه ای کارا هست، ولی این شخص خودش امیره به عوض شریعت الهی را تطبیق میکنه، قانون سکولار را تطبیق میکنه، ولی متاسفانه خود از به یک طاغوت مبدل شده. طاغوت هست لکن طواغیت این طاغوت مطاع هست، طواغیت مطبوع باز برش فتوا میتن و میگن که شما چی هستین؟ شما خوب دیندار هستین، خوب رهبر ما هستین و هیچ مشکل نداره. مشکل داره از یک آیت قرآن تغییر دادن و حکم میشه. یک وقت یک کسی برای من این مسئله رو پرسان کرد که خب یک نفر میخواد که از نگاه اقتصادی به خاطر منفعت مملکتش سالانه مثلا 1 میلیارد دلار از طریق سیاحت، یعنی 50,000 دختر به زنا در هتل‌های 5 استار هستن و مثلا قمار هست، از طریق قمار، از طریق زنا و از طریق شرابی که در مملکت از این فروخته میشه و تولید میشه، این میتونه بسیار از اقتصادش مملکتش خوب است. حالا وقتی که این نفر کرده، خب به خاطر منفعت مردم خود کرده، فقط این چیزا را اجازه داده و چطور کرده. این حالا من برش گفتم خب تغییر داد نداد؟ بله تغییر داد. قانون دیگر آورد ضد شریعت، شریعتی را میگن نه. پس این چی شد؟ فقط پروا. حالا خوی جوان است، برای جوان ها قناعت دادن
مستقیم نمیشه، خصوصا کسی بسیار در قلب خود دوست داشته باشه. باز من برش گفتم خب بیایید خودت روزه اگر در زمستان باشه خوب نیست، در زمستان باشه مریضام گرفته میتونن، حتی مریضا و معسلین و شاگردای مکتب رخصت می باشن. امیر روزه را از ماه رمضان خود تبدیل کو، بیا امیر در بگویم که امیر در زمستان باشه، ایواز ماه رمضان امیر روزه میگیریم، یک ماه مثلا فقط در زمستان میگیریم، در گرمی نمیگیریم. این نظرت چطور است؟ او گفت اگه کارا بکنیم ما تو کافر میشیم. چرا؟ خب به منفعت مردم کار کردیم، کلگی روزه گرفته بتانم به منفعت مریضا شد. نه گفت ما این کار کردن نمیتونیم. چرا؟ این حکم الله هست که روزه در کجا گرفته شود؟ روزه در ماه مبارک رمضان گرفته شود. ما گفتم بله، حکم الله این هست که در یک مملکتی که مسلمان ها هستن اونجا قانون شراب نباشن، و کسی که قانون شراب در اونجا میاره به این مثل ازی است که روزه را از اون ما این قسم است. بله، حکم الله نمی قسم است. وقتی که تو رمضان تغییر دادن نمیتونی، تو حکم شراب هم تغییر دادن نمیتونی، حکم زنا را هم تغییر دادن نمیتونی که بگیری به خاطر منفعت مردم، منفعت مملکت زنا در اینجا باشه. پس این هم به یک طاغوت مبدل میشه و از دایره ایمان خارج میشه. گفال فهمیدیم، سرم خلاص شد. اگر بسیار با قار آمده بود، چون مرا یک ذره احترام داشت، محترمانه پرسان کرد، من هم برش محترمانه پاسخش برش گفتم. خب پس نظام اقتصادی اسلام در مقابل نظام اقتصادی کپیتالیستی که فقط به منفعت فرد است، و در مقابل نظام اقتصادی سوسیالیستی که در اونجا فقط منفعت چی هستن؟ منفعت جامعه هست. در نظام اقتصادی اسلام منفعت انسان ها و منفعت فرد و جامعه کلگی در نظر گرفته شده است، و در اینجا در پالیوزی فقرا و مساکین و کسایی که بیچاره هستند، بر از اونا هم در نظام اقتصادی اسلام به نام زکات و صدقات و این چیزا از، در حالی که در نظام کپیتالیستی و سوسیالیستی اگر کس شوقی و بدل خود این کار خاص بکنه میکنه، در غیر از او کدام مکلفیت نداره. خب در نظام اقتصادی اسلام کدام قوانین هست؟ اول زیادت اجر پاداش مصرف اموال فی سبیل الله هست. وقتی که انسان به خاطر رضایت الله مال خود مصرف میکنه، این مصرف اموال به خاطر ایمانی و امور ایمانی و معنوی، مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال کسانی که مصرف میکنن، نفقه میکنن مالهای خود را فی سبیل الله، در راه الله، کمثل حبة انبتت 7 سنابل، میگه این الله ایتو دی برکت میپرده، مثل که یک نفر یک دانه را در زمین میپرده، 7 سنابل 7 خوشه میکنه. یک دانه گندم میپرده، این 7 خوشه میکنه، فی کل سنبلت 100 حبه، در هر خوشه 100 دانه میشه. این حال چی میشه؟ پس این یک دانه به 700 دانه مبدل شد. این به قدرت کی میشه؟ به قدرت الله میشه. یک دانه گندم انداخته، این نمیخواسم کسی که در راه الله 1 روپیه را مصرف میکنه، الله متعال بر از او 700 روپیه میده. والله یضاعف لمن یشاء، و الله زیاد میکنه برای کسی که خواسته باشه. والله واسع علیم، الله بسیار واسع هست در قدرتش و در علمش، بسیار علمش وسیع هست و قدرتش وسیع هست و هر کار را میتونه. و مثالشون ما و شما به چشم خود میبینیم. دوم اجر پاداش انفاق در جهاد، به شرطی که دوم منتگذاری و ضرر رساندن به مستحقین نباشه. یعنی بسیاری وقتا یک کس یک کار میکنه لکن به بد اخلاقی میکنه. این بد اخلاقی بسیار خطرناک است. در هر عبادت بد اخلاقی سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که امو اجر و پاداش از بین بره. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، الله میگه کسانی که مصرف میکنن مال خود در جهاد در راه الله، ثم لا يتبعون ما انفقوا، بعد از آنچه که مصرف کرده او را به عقب از او یا در جریان از او منن ولا اذن، منت گذاری و اذیت رسانی نمیکنن. منت بعضی اوقات است مثلا این نفر زکات فرضی خدا یا مثلا نفقی نفلی خودم میده، لکن منت گذاری میکنه و برای فقیر اذیت میرسانه.
لهم اگر امید و کار نکرد، منت گذاری نکرد و اذیت نرساند، لهم اجرهم عند ربهم، اجرشان پیش رب پروردگارشان است. ولا خوف علیهم، بالایشان خوف هم نیست، ولا هم یحزنون، و جگرخونی هم نباشه. یعنی خوف از آینده نمیترسن، چرا الله جنت نصیبشان میکنه و از گذشته ها که اشتباهاتی کردن در هم جگرخون نمی باشه، الله مغفرتشان میکنه. سوم، اجر سخن نیک نسبت به صدقه با ضرر رساندن، او اجرش بیشتر است. و این وجه که یک کسی صدقه بیتی و ضرر برسانی، از او کده هیچ صدقه ندی، یک سخن نیک بگو. الله متعال میگه قول معروف، آیت 263، قول معروف و مغفرت، میگه سخن نیک و مغفرت، بخشش، خیر بهتر است من صدقت، از صدقه که یتبعها اذى، که در عقیب از او چی باشه؟ ضرر رسانی باشه. والله غنی، الله غنی هست، بنده های خدا خواسته باشه برای هر کس رزق فراوان میته. و حلیم است، و الله متعال حلم، یعنی به این معنا که الله متعال انسان های گناهکار عاجل نمیگیره، فرصت دهنده هست در مجازات کردن، یعنی زود مجازات نمیکنه بلکه فرصت میده. چهارم، باطل شدن اجر صدقات با منت گذاری و ضرر رساندن به مستحقین. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تبطلوا، باطل نکنین، صدقاتکم، پاداش صدقاتتان را، بالمن، با منت گذاری، و الاذى، و ضرر رسانی، کالذی ینفق، این کسی که منت گذاری و ضرر میرسانه، میگه این مثل کی وارست؟ مثل کسی که مصرف میکنه ماله رعاء الناس، به ریاکاری، ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، و به الله و روز قیامت باور نداره، فقط به خاطر ریاکاری برای مردم خدا نشان دادن این کار میکنه. فمثله، میگه مثال از این چه قسم است؟ که مثلا یک کس صدقه میده، یا صدقش منت گذاری و ضرر است، و یا صدقش به خاطر ریاکاری و بدون ایمانداری هست. میگه فمثله، میگه مثال از این مثل که مثل صفوان، مثل یک صفوان، سنگ های دریایی شما دیده باشین، اما لشم، میگه مثل یک سنگ لشم است که بالا از این علیه تراب، سر از یک غبار بیه، یک خاک بیه سر سنگ لشم، فاصابه بوابل، همین سنگ لشم اگه در سرش خاک یا غبار باشه، مجرد که باران سرش برسه، فترکه سالدا، پس اما تو چی میشه؟ اما تو پس اما تو کلی کلور، اما تو صاف معلوم میشه، هیچ درش گرد و غبار معلوم نمیشه. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، میگه این مردمایی که در صدقه خود ضرر میرسانن و منت گذاری میکنن، و یا کسانی که انفاق میکنن دور یا کاری میکنن. مثلا چرا این خیرات کردی؟ بسیاری کسا را پرسان کنیم چرا قدر گاوا کشتی، مصرفی، برنج، خوراک، والا میگه عبدالزاده هست، بچهای کاکا هست، والا هم چشما هست، والا خو معلوم شد که این کل کارش به خاطر ریاکاری هست. دیگه در آن چیزی که کسب کردن، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، قدرت ندارن در آن چیزی که کسب کردن، یعنی برشان منفعت نمیرسونه. والله لا یهدی القوم الکافرین، و الله متعال هدایت نمیکنه انسانهای کافر. پنجم، فضیلت مصرف اموال برای حاصل نمودن رضایت الله. آل کسی که مال خدا به خاطر رضایت الله مصرف میکنه، هیچی پاداش داره. و مثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. ببینید در نظام اقتصادی اسلام، اول مثلا در نظام اقتصادی اسلام سیستمی قسم است که مثلا یک نفر با این نفر دیگه معامله میکنه، اصلا الله اول با الله معامله میکنه، باز به امرای از این. پس الله متعال باید انسان اول الله را در نظر خود داشته باشه در سیستم اقتصادی اسلامی. و مثل الذین، و مثال کسانی که ینفقون اموالهم، نفقه میکنن مالهایشان را، ابتغاء مرضات الله، به هدف، ابتغاء چی معنی؟ بغیه هدف میگن، یعنی به هدف رضایت الله. و تثبیتا من انفسهم، به خاطر چی؟ به خاطر استوار کردن نفس خود. نفس انسان چه قسم؟ وقتی که به خاطر الله مال مصرف کردی، نفس انسان صاحب تقوا میشه. پس امر رضایت الله هست که الله راضی شود، و هم در پالوی ازی که خود من اصلاح شوم و نفس من به تقوا آماده شوم. که مثل جنت، میگه این مثل یک باغ هست، به ربوتن که در یک تپه هست، اصابها وابل، که برای از این باغ باران بسیار زیاد میاد. خوب، وابل
باران بسیار زیاد. فاتت اکلها ضعفین، باز امی باغ ثمرش حاصلاتش دوچند میشه. فان لم یصبها وابل، اگر بر از باغ باران بسیار زیاد نباشه، یک باران عادی بیه، فطل باز هم ای باغ امو حاصلات خود میته. والله ما تعملون خبیر، الله متعال با آنچه که عمل میکنین با خبر است. ششم، انفاق منافقان ظاهرش زیبا هست مثل یک باغ با میوه و بسیار جالب است، لکن نهایتش چی است؟ بربادی و هلاکت است. الله متعال میگه ایود و احدکم، آیا آرزو میکنه یکی از شما ان تکون له جنتون، میگه فکر کنید یکی از شما آرزو میکنه که یک باغ داشته باشه، من نخیل از خرما و اعناب بن از انگور، تجری من تحت الانهار، زیر از این باغ دیگه تو خوب جوی ها روان باشه، له فیها من کل الثمرات، هر قسم میوه ها داره، سیب و ناک و انگور و شفتالو که داخل شوی تمام میوه. و اصابه الکبر، خود این شخص باغدار که است این خودش پیر شده دیگه، و له ذریه ضعفا، میگه طفلای اولادای ضعیف داره، کوچک و نابالغ. فاصابها اعصار، میگه برای اعظمی باغ چی میگه؟ اعصار در زبان عربی طوفان میگن، یک طوفان میگه که فیه نار، طوفانی که در او آتش است. فاحترقت، امی باغ مکمل چی میشه؟ این حریق میگیره، آتش میگیره. کذالک، این چه قسم از این نفر باز سهل میکنه که باغش در گرفت و اولادایش هم خرد و کوچک، حالی چی کنه؟ میگه اینمی قسم که این پشیمان هست و حالتش در اول بسیار خوبش بود و مزدار بود و باغ بسیار زیبا بود، اینمی قسم کذالک یبین الله، این میگه الله آیات خدا لعلکم تتفکرون، که شما در او فکر بکنین. یعنی اینمی قسم که حالت ازی بود، اینمی قسم حالت کی است؟ حالت کسایی هست که اینا با منافقت کار میکنن و با منافقت مال خودم مصرف میکنن. اما حکم مالای شایسته چی هست؟ اینال انسان وقتی شما زکات میتین، الله متعال میگه درست است شما زکات میتین، فکرتان باشه بعضی اوقات سعی کنی تکه فروش ها که زکات میتن باز میدن اما تکه ها رو تلپت میگن. من یک وقت دکان تکه فروشی داشتم، باز می سر تکه فروش ها رو میفهمیدم، او که تکای تلپت باشه که او رو کس نمیخره، مثلا یک سال دو سال سرش چیر شده، باز کل از او رو میکشن در چی میاره میتن او رو در زکات بکش حساب کن. آیه درست است. یا کسایی که مالدار و گوسفند هستن چی میکنن؟ امو گوسفندهای ضعیف و بزای لاغرش کس ایره باز میگه ایره تیر کد از زکات. الله متعال میگه امرای الله غلطی نکنین. یا ایها الذین آمنوا، آیت 267، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، انفقوا، نفقه بکنین، من طیبات، از چیزهای پاک خوب، ما کسبتم، آنچه که کسب کردین، و مما اخرجنا لكم من الارض، و آن چیزی که از میوه ها و حاصلاتی که از زمین گرفتین، ولا تیمموا الخبیث، تیمم چی را میگن؟ قصد کردن میگن، در لغت اینجا به معنای قصد کردن است. میگه ولا تیمموا، و تیمم یعنی قصد خبیث نکنین. خبیث چی را میگن؟ مال بی ارزش، منه تنفقون، که از مال بی ارزش شما نفقه میکنین. ولستم بآخذیه، اگر کسی امی مال برای خودتان بده باز نمیگیرین. میگه نه مال خود من نمیگیرم، من گوسفند چی کنم؟ میخوام استخوانایش معلوم میشه، این تکرم چی کنم؟ این فلانی رو چی کنم؟ الا ان تغمضوا فیه، مگر اینکه چشم پوشیده رو بکنین. پس وقتی که خودتان نمیگیرین برای الله و در راه الله، حق الله را چرا درست نمیتین؟ و علموا، بدانین که ان الله غنی حمید، بدانین که یقینا که الله بسیار غنی هست و حمد کرده شده هست، غنی هست به صدقات و زکات و چیزای شما محتاج نیست. این فقط امتحان است بالای شما. و حمید است، و بدون از اینکه شما چیزی کار بکنین یا نکنین، حمد الله را به میلیون ها مخلوق میگه. چیزی که در آسمان ها و زمین است اینا کلش به حمد و ثنا و صفت الله مشغول هستند. هشتم، دسیسه دشمن خطرناک یعنی شیطان. الله متعال میگه شیطان بسیار دشمن است، برنامه هایش بفهمین و از سو او را رد کنین از شیطان. وقتی که شما صدقه میکنین، مال زکاتتان میکشین، برای دین خدمت میکنین، در جهاد فی سبیل الله مصرف و انفاق میکنین،
الشیطان یعیدکم الفقر. شیطان شما را وعده فقر میده. شیطان میگه که اوه این قدر پیسه ده، در $1000 $125 تو زکات بدی، در $100 چی میشه؟ تو مثلا در 40 روپیه 1 روپیه زکات باید بدی. اوه 40 روپیه، باز در 200 روپیه 5 روپیه. همین قسم پیش میره. این خب بسیار خطرناک است. شیطان چی میگه؟ وعده میده به فقر. و یأمرکم بالفحشاء، و شما را امر میکنه به فحشا، به چیزهایی که ضد امر الله هست. میگه ای پیسه تا همین نفره که در زکات سوسی میکنه، باز که سعی کنید در توی بچیش چقدر ساز آورده و چقدر مصرف کرده و چقدر خدا نشان داده و چقدر طلا خریده و چقدر هتل گرفته و چقدر که ایران میمانیم. اما در امر الله اینجا شیطان برش میگه که فقیر میشی. اشکو که نکنی. وسوسه کیست؟ شیطان است. و یأمرکم، لکن شما رو باز امر میکنه، در اینجا میگه فقیر میشی. باز امور فحشا در موسیقی و ساز حرام و در رقصاندن انسان ها به شکل حرام، در استفاده از شراب حرام، در اسراف و نان حرام، در تکبر و خود نشان داده و ایگپای حرام، یا باز چقدر مصرف میکنه. الله متعال میگه امر میکنه به فحشا. والله یعدکم مغفرة منه، میگه الله شما را وعده میکنه به مغفرت از جانبش و فضلا و فضیلت. والله واسع علیم، بسیار وسیع هست در تمامی امورش و بسیار عالم است از تمامی حالات مخلوقاتش. نوم حکم داشتن نعمت بزرگ الهی است. الله متعال میگه که یؤتی الحکمت من یشاء، الله حکمت میده برای هر کسی. و من یؤت الحکمه، و بر هر کسی که الله حکمت داد فقط اوتی خیرا کثیرا، الله برش خیر زیاد میده. و ما یذکر، و ایره یاد نمیکنه الا اولو الالباب، مگر کسانی که صاحب قلب سالم هستند. دوم با خبری الله سبحانه و تعالی از عبادت مالی و اقتصادی. اگر کسی این عبادت میکنه، عبادت مالی و اقتصادی را، الله متعال از این با خبر است. و ما انفقتم من نفقه، و آنچه را که شما نفقه و مصرف میکنین از یک نفقه مصرفی، او نظرتم یا نظر میگیرین، من نظر، از کدام نظر، فإن الله یعلمه، پس الله متعال یقینا که او را میدانه. و مال الظالمین من انصار، و برای ظالمان هیچ نصرت کننده نیست. 11 جواز تقدیم صدقات به شکل جهری و مخفی. اینال الله متعال میگه که اگر با آشکار صدقه بتین هم جایز است، و اگر مخفی هم صدقه بتین هم جایز است. این تبدو صدقات، اگر شما صدقات فرضیتان مثل زکات و یا صدقات نفلیتان ایره اگر تبدو آشکارش میکنین، با آشکار میتین برای فقرا و مساکین و مستحقین، فنعم ماهی، بسیار خوب کار است. و این تخفوها، و اگر مخفی میکنین و توها الفقرا، برای فقرا میتین، فهو خیر لکم، این هم به خیر و نفع شماست. و یکفر عنکم سیئاتکم، و گناه های شما را در مقابل ازی کفاره میکنه، یعنی میبخشه. والله بما تعملون خبیر، الله با آنچه که عمل میکنین با خبر است. 12 منفعت انفاق برای خود نفقه کننده است. الله متعال میگه وقتی که شما انفاق میکنین، مصرف میکنین در راه الله، این منفعتش برای کی میرسه؟ برای خودتان. الله غنی هست، ضرورت نداره. این یک امتحان است برای مالدارا. لیس علیک هداهم، ای پیغمبر هدایت کردن مردم بالای تو نیست، یعنی تو فقط تبلیغ میکنی. انما علیک البلاغ و علینا الهدى ولكن الله یهدی من یشاء، لکن الله هر کسی را که بخواه هدایت میکنه. و ما تنفقوا من خیر، و آنچه که شما از خوبی ها نفقه میکنین، از مال خوب و پاک و مال درجه یک و خوب، فلانفسکم، ای به منفعت نفسایتان است. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، و شما مصرف نمیکنین مگر به خاطر رضایت الله. و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، و آنچه که شما نفقه میکنین از خیر، ای بر شما پاداشش کاملا پرداخته میشه. و انتم لا تظلمون، و شما ظلم نمیشه. من 13 نقطه معرفی فقرای مجاهد عفیف و پاک، یعنی کسایی که مجاهد هستند، در راه الله جهاد میکنن، مسلمانای واقعی هستند.
اینا مجاهدین واقعی، اینا همو غیرت و شهامت و ایمانی که دارن، اینا از کسی پول نمیخواین، از کسی مثل دیگرها واره. چرا اگر کسی از دیگرها پول بخواه و به خاطر پولی که را کار بکنه، ای چی میشه؟ ای خب باز الله توفیق جهاد رو نمیته، حتی توفیق ایمان برش نمیته. او باز در ضد مجاهدین تا صبح شام گپ میزنه، میخواد ضد اسلام و نظام اسلام و خلافت اسلامی و دعوت اسلامی و توحید اسلامی، ضد کل از اینا گپ بزنه. پس الله متعال، اما او کسی که واقعا در صف جهاد می باشه، او بسیار مشکلات می داشته باشه، لکن بر کسی رو نمیشناسه. الله متعال میگن للفقراء، او مؤمنین فقرائی که الذین، کسایی که احصروا فی سبیل الله، در جهاد فی سبیل الله محاصره شدن، دشمنا از هر طرف اینا رو محاصره کرده، لا یستطیعون ضربا فی الارض، سفر کردن نمیتونن، برآمدن نمیتونن، در هر طرف بگردن. چرا؟ نمیتونن تجارت بکنن، نمیتونن برن کاربار خدا بکنن، نمیتونن برن کار بکنن، غریبی بکنن. اینا در محاصره قرار دارن. یحسبهم الجاهل اغنیا، میگه جاهلا اینا را غنی فکر میکنه. از چی؟ من التعفف. اینا تعفف دارن. از چی خدا پاک نگاه کردن؟ از گدایی و خیراتخواهی و سوالگری دیگران، که من مشکل دارم و برای من پیسه بده و برای من ای بده و برای من کمک بکنی است. از این گپا تعرفهم بسیماهم. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، توی صحابه مجاهده که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، شما اونا را میشناسین بسیماهم، به چهره هایشان میبینید، در چهره های او مؤمن مجاهد که لاغر شده، رنگش زرد گشته، وضعیتش خراب است، لباسش بسیار پوسیده هست و به این شکل فامیلش در هزاران مشکلات است. اینا را به حالات ظاهریشان خوب میبینی. لا یسالون الناس الحافا، مردم با بسیار اصرار که به ما کمک بکنین، موت را هستن. این قسم الحاح نمیکنه. در چی؟ در سوال کردن. و ما تنفقوا من خیر، اگر آنچه را که شما انفاق میکنین بالای عظیم مجاهدین و بر از اینا کمک میکنین، فان الله، یقینا که الله بهی بهان علیم، بسیار آگاه است. 14 نقطه، اجر پاداش نفقه به شکل آشکار و پنهانی. الذین ینفقون اموالهم، کسانی که نفقه میکنن مالهای خود را باللیل، در شب، و النهار، و در روز، سرا به شکل سری مخفی، و علانیتا به شکل علنی آشکار، فلهم اجرهم، بس است بر از اینا اجرش عند ربهم، بر نزد پروردگارش، ولا خوف علیهم، ولا از اینا خوف نیست از آینده. چرا در آینده الله متعال برشان اجر نصیب میکنه. ولا هم یحزنون، اینا میگه از گذشته خود هم جگر خون نباشن، الله گناهایشان را میبخشن. 15 حکم سود خوردن و رد دلایل سودخوران. اینجا الله متعال میگه که نظام کپیتالیستی، نظام اقتصادی کپیتالیستی اساسش سود است. امریکا، فرانسه، اروپا، اینا رو ببینید، بانک‌هایشان، اقتصادشان اساسش سود است. مالدار سود، پیسه خود میته بر سود، مردم میره از بانک پیسه میگیرن و باز این قرار خودش دیگه تو خواز در خانه خود از پیسه سودی از دیگه تو سود آمده میره و سود آمده میره. سود حرام است، اقتصاد سودی حرام است. گذاشتن مال در بانک سودی حرام است، ولو که شما از او فایده هم نگیرید. به خاطر چی؟ به خاطر همکاری کردن در حرام خودش مالتان مردار میکنن. الذین، الله متعال میگه الذین، کسانی که یاکلون الربا، سود میخورن، لا یقومون، در روز قیامت از قبرهای خود، از جاهای خود بر نمیخیزن، الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان. میگه او تو میخیزن از قبر، اما تو دیوانگی داشته میباشه، مثل که یک کس را جن زده باشه. یتخبط الشیطان من المس، یگان طور که جن میگیره، اما تو لرزک میکنه و میلرزه و کله خودم پایش دستاش داد. میگه این سودخور در روز قیامت با اینم تو حالت لرزان و ترسان و سختی و دیوانگی و اعصاب خرابی، چرا که عذاب الله در قبر چقدر لط خورده. سودخور از این خاطر در روز قیامت که میخیزم میگه لطای قبر خو خوردم، حالا باش که در این روز قیامت سرمش چی هست. ذالک بانهم، الله متعال میگه چرا برای از اینا این عذاب است؟ میگه به خاطر که قالو میگفتن انما البیع مثل الربا، اینا قیاس میکنن، همیشه بیدینا کسن یک چیز خوبه خراب سر خوب قیاس میکنن. میگه یعنی خیلی کس یا مامتر است. میگه که انما البیع مثل الربا، میگه خرید و فروش کس این مثل سود وارست. خدا او هم تو خرید و فروش میکنی پیسه پیدا میکنی، دایی هم مثلا
پیسه تا بند میکنی، مثلا پیسه پیدا میکنی، در حالی که الله میگه و احل الله البیع، این قسم نیست. الله خرید و فروش بیع حلال کردن به خاطر که دو زحمت تکلیف است. و حرم الربا، و سود حرام کردن. بناهن در سر یک سود چندین نفر سرش لعنت میشه. مثلا در یک بانک سودخوری رئیس بانکش در لعنت است، مراجعینش در لعنت است، کسایی که در اینجا پیسه خود میمونن در لعنت است، کسایی که مامورینشان در لعنت است، کامپیوترکارش در لعنت است، مشاورش در لعنت است، حتی پیاده دان دروازیش هم در لعنت الله گرفتار میشه. کلش نمی عذاب داخل هستن. حتی کسایی که کار میکنن، کامپیوتر کار هستن در بانک های سودی، اینا کلشان در لعنت الهی داخل هستن. الله متعال حلال کرده بیع را و حرم الربا، و حرام کرده سود را. فمن جاءه موعظه من ربه، برای هر کسی که موعظه بیای از جانب پروردگارش، برای هر کسی که موعظه بیای از جانب پروردگارش، فمن جاءه، برای هر کسی که بیای موعظه، چی را میگه؟ یعنی حکم، شریعت بیای از جانب پروردگارش. اینجا شریعت است به شکل وعظ، ارشاد گفته میشه. فانتها، بازی از این سودخوری خود چی کرد؟ دست کشید، ختم کرد. فله ما سلف، این در وقت نزول آیت قرآن بود که برای از اینا الله متعال گفت که شما که در سابق سود خوردین از حکم برتان نامده بود. فله ما سلف، پس برای زو هست گذشتهش، یعنی گذشتهش الله باز میبخشه. و امره الی الله، او باز مثلا فلهو، پس بر ازو، بعض علما میگه فلهو ما سلف، پس بر ازو هست سرمایه اصلیش، میتونه سرمایه اصلی خود از دیگران بگیره اما سود نگیره. و امره الی الله، و امورش به الله تعلق داره که الله همراهش چه قسم معامله میکنه. و من عاد، اما اگر کسی باز برگشت، تا دیروز خود حکم نامده بود، حالا حکم آمد و حکم هم دید و فهمید که اینی سود است، من در بانک سودی کار میکنم حرام است، دینی باز آمد خود دینی سود داخل کرده. برو پشت دیگه پا نگرده، برای خودش خود مفتی ساخت. برو یک مفتیگه که پیدا کو، یک کس رو پیدا کو که $200 برش بتیم، بازو برای ما یک فتواگه کم تو نرم بته. این عادت بسیاری وقتا چی بوده؟ یک وقت مردم که در پیش امریکایی میرفتن کار میکنن، باز میگفتن پیش فلانی استاد و پیش فلانی نری، پیش اون و فلانی برون، او بسیار در فتوای خود نرمک است. باز اون از اون فتوا بگی برو که امریکایی کار کو برده و خبر نداشت که با فتوای از خود در کفر انداختن. و من عاده، و کسی که خود دوباره اعاده کرد، یعنی دوباره برگشت به این سودخوری، فاولایی که اصحاب نار، این سودخورها چی هستن؟ صاحبان دوزخ هستن، هم فیها خالدون، اینا بر همیشه نمیشه. این نظام اقتصادی اسلام است که در نظام اقتصادی اسلام سود نیست. سودخوری، شرکت های سودخوری، بانک های سودی یا کاملا باید نباشن. رزاق الله هست، از طریق دیگه میتونی که تجارت بکنی از کارهای خوبتر و از این طریق مثلا جامعه اقتصادش برپا شوند. 16 نابودی اموال ربوی و سودی و برکت صدقات. الله متعال میگه که یمحق الله الربا، الله متعال چی میکنه؟ نابود میکنه سوده. و یربی الصدقات، و صدقه ها را چی میکنه الله متعال؟ این برکتش زیاد میکنه. والله لا یحب، الله دوست نداره کل کفار، هر کفران کننده که در مال که الله برش داده این کفران نعمت میکنه و این در سود استخدام میکنه. اثیم، بسیار گناهگار. ابدهم، پاداش عبادت های قلبی، مالی و بدنی. پاداش اگر کسی عبادت قلبی و مالی و بدنی میکنه، ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان آوردن، و عملوا الصالحات، و اعمال صالحه میکنن، و اقاموا الصلاه، اقامه نماز کردن، یعنی عبادت های بدنی رو خوب انجام دادن. و آتوا الزکات، و زکات دادن، یعنی عبادت های مالی رو خوب انجام دادن. لهم اجرهم عند ربهم، پاداش از اونا پیش ربشان است. ولا خوف علیهم، و ترس نیست بالایشان. ولا هم یحزنون، و اینا جگرخون نشن. حکم به ترک سودخوری. الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان. صحابه وقتی که میشنیدن که الله برشان خطاب میکنه که ای مؤمنان، 100% گوش خدا میگه که الله بر من مستقیما. چرا وقتی که الله بر کل خطاب میکنه میگه یا ایها الناس، اما وقتی که میگه که یا ایها الذین آمنو، به بنده های مؤمن خود خطاب میکنه. این خطاب برای ما و شما مؤمنین است. میگه اتقوا الله، ای مؤمنان
ایمان که دارین از الله بترسین و ذرو و ترک بکنین ما بقی من الربا، هر چیزی که از سود باقی مانده، این کنتم مؤمنین، اگر واقعا شما مؤمن هستین. و نتایج ترک نکردن سود چی است؟ فإن لم تفعلوا، در 279 سوره بقره میگه که فإن لم تفعلوا، اگر شما این فعل نکردین، یعنی سود و معاملات و تعاملات سودی را قطع نکردین و اگر در رأس حکومت و نظام هستین شما این نظام سودی را ختم نکردین، پس شما چی کاره هستین؟ فأذنوا بحرب من الله، پس بفهمین که شما برخواستین در جنگ با الله و رسولش. سودخور با الله در جنگ است، با رسولش در جنگ است. و این توبتم، و اگر شما سودخورا توبه کردین، فلکم، پس بر شما هست رؤوس اموالکم، اما اصل سرمایتان. رأس المال در زبان عربی سرمایه را میگه. رأس المال چی را میگه؟ سرمایه را میگه. و نظام کپیتالیستی در عربی رأسمالیه میگن. رأسمالیه چی معنی رأسمالیه؟ یا نظام سرمایه داری. خب حالا و این توبتم، اگر شما توبه کردین، فلکم رؤوس اموالکم، بر شما حقتان است که امو اصل سرمایه‌تان بگیرین. لا تظلمون، نه شما ظلم بکنین، ولا تظلمون، و نه هم بالای شما ظلم کرده شود. 20 نقطه قانون اقتصادی و مالی اسلام چی است؟ فرصت دادن به قرضدارا هست. شما آل کسایی که از پیشتان قرضدار است، برای اونا چی بدین؟ و این کان ذو عسرت، اگر امی قرضدار، کسی که شما برش پول دادین ذو عسره هست، یعنی مشکلات دارن، ناتوان است از ادای قرض. ذو عسره کی نمیگن؟ یعنی کسی که از ادای قرض ناتوان است. الله متعال میگه فنظرة الی میسره، پس بر از او فرصت و مهلت بدین. تا چه وقت؟ تا میسره، تا که این امکانات پرداخت زیر داشته باشن. و ان تصدقوا، و اگر شما امیر صدقه کنین بر از این کسی که بیچاره ناتوان است، خیر لکم، بهتر از برای شما، این کنتم تعلمون، اگر شما میدانین. دیگه الله متعال میگه که در تعاملات اقتصادی و مالی از الله ترس داشته باشین. و تقوا، بترسین، یوما، از روزی که ترجعون فیه الی الله، که به الله رجوع میکنین. ثم توفی کل نفس ما کسبت، باز توفی چی مان میشه؟ یعنی کامل داده میشه برای هر نفس ما آنچه که کسبت انجام داده هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره و هم لا یظلمون، و بالای از اینا ظلم نمیشه. یکی از آیاتی که بسیار آیات بزرگی که در قرآن است، آیات مالی و اقتصادی هست. بعضی بیدینا، ملحدین، مشرکین، جمهوریت خواها، دموکرات ها، اینا چی میگن؟ که در اسلام سیستم مالی و اقتصادی نیست. اینا برش میگیم که شما لطفاً، ما عادت دارم دشنام نمیتم، میگم برشان شما لطفاً بگیرین ای آیات قرآن بخوانین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سعی کنین، چه آیات طویل است. در آیات 285، یعنی 285 این آیات چی هست؟ آیات است که درباره قرض و نوشتن یا ثبت و راجستر قرض است، قرض دادن، راجستر کردن قرض، شهادت دادن در قرض، این کل مسائل است. سعی کنین اسلام چقدر دین کامل است. قرض چه قسم میدی، چه قسم میره ثبت و راجستر میکنی، چه قسم میره نوشته میکنی، چه قسم بالای شاهد داده میشه، کل احکام از بیان میکنن. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا تداینتم، وقتی که قرض دادین، بدین کدام قرض، الی اجل مسمى، تا یک مدت معلوم دار، فاکتبوه، باز او را شما نوشته بکنین. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، و باید نوشته بکنه در بین شما امیر یک نویسنده با عدالت، که خوب خطش درست باشه، و یعنی کسی که ثبت میکنه، راجستر میکنه، این باید عادل باشه. ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمه الله، میگه وقتی از یک کس خواسته شده که امی نامه ما میخوایم معامله قرضی بکنیم، امیر شما نوشته بکنین،
این نویسنده باید ابانه کنه، ابانه ورزه که نه من نوشته نمیکنم، اما قسمی که الله برازی تعلیم داده باید نوشته بکنه. فلیکتب باید ایره نوشته بکنه. بسیاری کسا وقتی که قرض میگیره برش بگی نوشته که قار میشه. این حکم الله است، خفه نشین به خاطر که در آینده جنجال پیدا نمیشه. فلیکتب پس باید نوشته بکنه. خب آل کی املا بگویه؟ خب بخو نویسنده خودش خزل خودش کرده نمیتونه، میگه والیملل الذی علیه الحق، املا را کی بگویه؟ امو کسی که بالایش حق است او برش بگویه که من اینمی قرض عزیره در فلان تاریخ در کدام فلان منطقه در فلانی وقت کلش قید میکنه. خب ای باید بگویه که باز در آینده که اگر او از پیشش خواسته میشه بگویه اینه برادر این چیز. ولیتق الله، و از الله بترسه که ربش پروردگارش است. ولا یبخس منه شیئا، از او هیچ چیزی را کم نکنه. یعنی نویسنده او چیزی که برش املا گفته شده امور کامل نوشته بکنه، در او از دل خود تغییرات نبیاره. و این کان الذی علیه الحق، اگر میگه کسی که بالایش حق است و سفیهن، او به عقل است، سفیه هست یعنی او قدر مغزش در مسائل مالی و اقتصادی کار نمیکنه، او ضعیفن یا ضعیف است، این مسائل درست فهمیده نمیتونه، او لا یستطیع ان یمل یا ان یمل، این که نمیتونه که یمل املا بگویه، هو خودش همین شخص یا سفیه هست یا ضعیف است یا املا گفتن نمیتونه، فلیملل ولیه بالعدل، املا بگویه ولیش عادلانه. و استشهدوا شهیدین، و 2 نفر شاهد هم وقتی که نوشته میکردین 2 شاهد بگید من رجالکم، از مردهایتان. فان لم یکونا رجلین، اگر 2 مرد نبودن در مسائل مالی و اقتصادی، 2 مرد یافت نشد، فرجل و امرأتان، 2 مرد بگیر، 1 مرد بگیر 2 خانمه، ممن ترضون من الشهداء، از آن کسایی که به شهادت راضی میشین. خب چرا 2 تا خانم؟ میگه به خاطر ازی که خانم ها بعضی اوقات مثلا بعضی مریضی های ماهوار دیگه مریضی ها برشان پیدا میشه، بعضی اوقات فراموشی می داشته باشن. ان تضل احداهما، اگر یک از اینا، یعنی به خاطر ازی که این خانم در مشکلات شهادت در محکمه کش نشه و جنجال و بازو بگه یادم رفته و این مسئله به یادم نیست فلانه، اینا میگه ان تضل احداهما، اگر فراموش کرد یکیشان، فتذکر احداهما الاخرى، و دومیش برای زیاد میده که خواهر ما خودت همونجا که شاهدی دادیم بله این گپا به یاد من هست. این اصل در اینجا خبر اینجا هست. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، و ابا نورزن شاهدا از آنچه که طلب میشن. خب در مسئله خانم ها بعضی حالات است، مثلا شهادت خانم ها از مردا که بیشتر است، تنهایی نیست، این خود در مسئله مالی و اقتصادی که در قرض است این یک مسئله خاص است، لکن در بعضی حالات است که مثلا شهادت زن از شهادت مرد کده بلندتر است. مثلا در مسائل که مربوط به خانم ها میشه، مسئله حمل است و مریضی هست و حیض است و نفاس است و امور خاص خانم ها است، اینجا شهادت زن قبول میشه، شهادت مرد این گپ نمیفهمه. در بعضی حالات است که هیچ شهادت خانم ها قبول نمیشه، چون در یک جای بلند است، کلش انسان حالات مختلف خود داره نظر به حکمت الله سبحانه و تعالی. مثلا در بعضی حالات است که مثلا در مسائل قتل، در مسائل زنا، خانم ها میگه شما شهادت ندید. حالا مثلا یک کس زنا میکنه، یک خانم با عزت و با عفت میتونه به طرف از اون نظر بکنه، باز به بر مردم پیش قاضی شهادت بده که قاضی صاحب این رو مرد خو میره برازو میگه که من این زناکار دیدم، حتی ما امور دقیق همونجا بیان میکنه. آیا خانم با عفت گفته میتونه در اینجا به خاطر عفتش از این بخش شده. یا در مسائل قتل، وقتی که یک جای قتل میشه مرد میره اونجا سل میکنه، این خانم آیا این توانایی داره که اون یک کسی را که مثلا کشتن و دستش قطع کردن و بینیش مثلا بریدن این بره، در این مسئله برشان معافیت است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه الله متعال توانایی هر کس را میفهمه و مطابق توانایی از او به حکمت خود قانونش برش گفته هست. این حال سر از اینکه اعتراض میکنه انسان بیدینه که رحمت الله و محبت الله را به خواهرای دیندار ما نمیفهمه و باز برشان بگه این والا این نمی آیت میره بگه اینی چیز، این نخیر. اگر تو عقیده می داشتی هیچ وقتی سر حکم الله اعتراض نمی کردی، و وقتی که الله یک حکم میکنه الله رحمان الرحیم است، خانم هم بنده الله هست، مرد هم بنده الله هست، به منفعت کدامش خوبتر است امور میگذارم. خب اینجا میگه که خب ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، دیگه حکم بالای شاهدا چی است که وقتی شاهدا را دعوت شود که بیاین شهادت بدین، اینا هم ابا نورزد. ولا تسأموا، و خسته نشین ان تکتبوه، که نوشته بکنین، صغیرا
اگر قرضهای کوچک باشه او کبیرن یا قرض کلان باشه الی اجله تا مدتش، ذالک مقصد عند الله، پیش الله بسیار عادلانه هست و اقوام و بسیار خوب است. للشهادت، برای شهادت دادن، و ادنا الله ترتابو، یعنی ادناترین منفعتش چی است که شما در واپس گرفتن قرض و این مسائل در شک نمیفتین. الا ان تكون تجارتا حاضرتا، الا میگه اگر تو تجارتی باشه که خرید و فروش است حاضر، مثلا یک چیز رو به اون میفروشه بازگو نوشته نشد تدیرونها بینکم، در بین شما میشه، فلیس علیکم جناح ان تکتبوها، بالای شما نیست که گناهی که اگر رو نوشته نکنین. و اشهدوا اذا تبایعتم، لکن خرید و فروش وقتی که میکنین دائمی شاهد بگیرین. ولا یضار کاتب ولا شهید، نویسنده و شاهد ضرر رسانده نشه. و ان تفعلوا، و اگر شما این کار بکنین که بر از اینا ضرر برسانین، فانه فسوق بكم، ای بیرون شدن از احکام الله هست، یعنی ابا ورزیدن از حکم الله است. و اتقوا الله، و از الله بترسین، و یعلمکم الله، و الله شما را تعلیم میده. والله بكل شیء علیم، الله به هر چیز آگاه هست. 23 حکم که است حکم گروی و شهادت در آن است. گروی چی است؟ گروی شرعی، در شریعت گروی هست. جغجغتان کلش اینجا چی میکنه؟ گروی و شهادت دو چطور است که مثلا انسان گروی میکنه در مسائل گروی اصلی در شریعتی است که انسان مسلمان در یک وقت ضرورت میشه یک چیزی را میخواه از پیش کس قرض میگیره و اون نفر بالایش اعتماد نمیکنه، میگه که یک مالت پیش من امانت بگذار، این مال ازیر پیشش امانت میگذاره. وقتی که مال امانت گذاشت و حق نداره که از این مال استفاده بکنه. این بسیار موضوع تفصیلی هست، با علما درباره از این صحبت کردن. و اگر از این منفعت میگیره، منفعت گرفتن نیست، فقط در یک حالت است که همون چیزی که پیش شما گرو مانده شده اگر او مصرف داره، مثلا گرو یک مال خود گذاشته، یک گاو گذاشته، اینا گاو خود کا میخوره، بازدهی حکمش علیحده است. اما اگر یک کس موتر خود گذاشته، خانه خود گذاشته، به شکل امانت است، از او استفاده کردن و از او چل ساختن که باز مثلا کرای 20000 شما مثلا یک 500 کرام برش میگنه، این کلش چالبازی و فریبکاری هست، این اجازه نیست. خب و این کنتم علی سفر، و اگر شما در سفر بودین ولم تجدوا کاتبا، و کاتبم نیافتین، فرهان مقبوده، باز آل به خاطر ازی که پولتان دوباره برتان مثلا شخص میگه برای ما قرض بده، این حال شما کاتب و نیست کسی نوشته بکنه، این حال شما بگیر یک مالت بر ما امانت بده، می کامپیوترت پیش ما امانت باشه، از او استفاده نمیکنم، هر وقتی که پیسه ما آوردی من کامپیوتر ده برتون میدم. فین امین بعضکم بعضا، اگر بعضی از شما بالای بعضی دیگر اعتماد کرد، متاسفانه که در این وقت اینمی اعتماد بسیار مشکل شده، و اگر اینجا اعتماد کرد فلیؤد الذی اؤتمن، هر کسی که بالای زو اعتماد شده ادا بکنه امانته و امانتش به شکل درست. یک کسی مثلا پول خدا برای کس میته، از پیشش چیز را بگیره و هم نمیگیره و نوشته هم نمیکنه، اعتماد میکنه، این حال این شخص جانا مقابل نباید دیگه بسیار آزار بده و در برگشتن مال ازی بسیار مثلا تنبلی بکنه و سستی بکنه و بی‌تفاوتی بکنه. ولیتق الله، این انسان باید از الله بترسه. والا در اینجا بسیار انسان ضربه های زیاد میبینه که انسان مثلا در مالش بی‌تفاوتی میکنه و این مجبور میباشه، ضرورت میداشته باشه، و یک کسی بسیار در قسمت مالش. ببین الله میگه که وقتی که سر شما فین امن بعضکم بعضا، اگر اعتماد کرد بعضی از شما بالای بعضی دیگه، فلیؤد الذی اؤتمن، کسی که بالای زو اعتماد شده ای چی کنه؟ ادا بکنه امانته و امانتش را. ولیتق الله، ای باید از الله که ربه و ربش از بترسه. ولا تکتم الشهادت، و شما کتمان نکنین شهادت را. و من یکتمها، و هر کسی که شهادت می پوشانه، فانه آثم قلبا، ای مریض است، گناهکار است. والله بما تعملون علیم، الله و آنچه که عمل میکنین بسیار عالم است. آل نوبت میرسه به احکام توحیدی، تکوینی و تشریعی. احکام تکوینی، توحیدی و تشریعی. ما و شما مثلا میفهمیم که احکام الله، حکم الله 3 قسم است. الله 3 قسم حکم میکنه. یکی حکم تکوینی هست، یکی حکم تشریعی هست،
و یکی حکم جزایی هست. حکم تکوینیش که در تمام کائنات است. آفتاب به حکم الله هست، زمین به حکم الله هست، مهتاب به حکم الله هست، حرکتشان به حکم الله هست، خلقتشان به حکم الله هست، کارشان به حکم الله هست. زمین و دنیا و آخرت و ملائکه این کلش مربوط به حکم تکوینی الله میشه. انسان ها، حیوانات، اینا کلش تحت تاثیر حکم تکوینی الله هستند. دوم حکم تشریعی است که الله متعال من حیث شریعت در قرآن و سنت برای ما و شما بیان کرده. و سوم حکم جزایی الله هست که الله مثلا در روز آخرت کی را جزا میده و چی پاداش میده، اینه هست. اینال در حکم تکوینی الله قسم اول حکم بالای کائنات است. مثل علما میگن حکم کونی و هو الذی یقدره الله علی العباد. این حکم است که او را تقدیر میکنه الله بالای بندهش، من سقم و مرض و غنا و صحه و موت و حیات. این کلش مربوط به حکم تکوینی میشه. صحت انسان، مریضی انسان، مرگ انسان، زندگی انسان. و هذه الاحکام الکونیه القدریه لا احد یستطیع ان یمنعها. هیچ کس نمیتونه که مانع از این شود. او ان یشارک الله فیها، در کسی مشارکت بکنه. وقتی که مرگ کس آمد کس مداخله کردن نمیتونه. زندگی انسان الله خلق میکنه، کس نمیتونه این زندگی از قطع بکنه. خب دوم حکم تشریعی است. اینا علما چی میگن؟ میگن الحکم شرعی و هو شریعت الله. این شریعت الله است التي انزلها ليحكم بين عباده، که ایره نازل کرده تا حکم بکنه در بین بندهاش. و هی کتاب الله و سنت رسوله، کتاب الله و سنت رسولش است. و حکم الله الشرعی لا یشارکه احد فیه، هیچ کسی در این شریک نمیشه. قسم سوم حکم جزایی. الحکم الجزایی حکم جزایی است و یکون یوم القیامه، در روز قیامت می باشه. عندما یجازی الله عباده، وقتی که الله مجازات و مکافات میکنه بنده هایش را، ان خیرا فخیر و ان شر فشر ولا احد یشارک فی ذلک. هیچ کس در این با امرای الله شریک شده نمیتونه. خب آیاتی که اینجا میگه الله حاکمیت تکوینی خود الله متعال بیان میکنه. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. مخصوص الله هست حاکمیت حکم تکوینی در آسمان ها و زمین. و این تبدو ما فی انفسکم، اگر شما آشکار کنین آنچه در نفسایتان است، او تخفوه، یا شما ایره مخفی داشته باشین، یحاسبکم به الله، الله شما را در این محاسبه میکنه. فیغفر، پس میبخشن، لمن یشاء، و هر کسی را بخواه، و یعذب، و عذاب میکنه، من یشاء، هر کسی را بخواه. والله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیز قدرتمند است. دوم ارکان ایمان و شنیدن و اطاعت از آن. آمن الرسول، اینجا بیان میکنه که آمن الرسول و احکام تشریعی است. الله متعال میگه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. ایمان آورده است رسول صلی الله علیه و سلم به آنچه که نازل شده به او من ربه، از جانب پروردگارش. والمؤمنون، و مؤمنان، کل آمن بالله، تمامی اینا ایمان دارند به الله و ملائکته و ملائکه الله و کتبه و به کتابهای الله و رسوله و به رسولان الله. لا نفرق بین احد من رسوله، ما تفرقه نمیکنیم در بین هیچ یکی از پیغمبرایش. و قالوا، و میگن لسمعنا و اطعنا، ما شنیدیم و اطاعت کردیم. یعنی مسلمان و مؤمن موحد سمعنا، شنیدیم، و اطعنا و اطاعت کردیم. غفرانک ربنا، یا الله از تو مغفرت میخوایم و الیک المصیر، به طرف تو بازگشت است. در آیت 286 آخری آیت سوره بقره الحمدلله رسیدیم. در اینجا الله متعال برای ما و شما دیگه مکلفیت به اندازه توانایی و تعلیم دعا برای موحدین است. الله متعال میگه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله مکلف نمیسازه یک نفس، یک شخصی را، الا وسعها، مگر به اندازه تواناییش. لها ما کسبت، بر از این شخص است آنچه را از نیکی ها و خوبی ها را خودش انجام داده. و علیها، و بالایش است ما آنچه اکتسبت، که با بسیار زحمت کشی به گناه ها خود مبتلا کرده. ما کسبت آسان است، روزه آسان است، مفت روزه میگیریم. نماز آسان است، مفت وضو میکنیم، مفت نماز میخوانیم، مسجد ها مفت است، نماز ها کلش آسان است. اما گناه ها اگر کس زنا میکنه باید چقدر مصرف بکنه، شراب چقدر مصرف بکنه. و علیها، بالای عزیز، مکتسبت، آنچه که ای از گناه ها را اختیار میکنه.
آل این دعا رو بر ما و شما یاد میده. یک وقت من در زندان بودم، در زندان طواغیت، الله متعال ذلیل بسازشان و انتقام از پیششان بگیره، هم در دنیا و هم در آخرت. بسیار در حالت خراب قرار داشتیم. وقتی آیت قرآن خواندم که الله متعال بر ما این دعا را تعلیم میداد، اقدر متأثر شدم که الله چه ذات مهربان است، برای ما چه قسم دعا را تعلیم میده. میگه بندیم این قسم دعا بگو ربنا ای پروردگار ما لا تؤاخذنا، ما را مؤاخذه نکو، ان نسینا او اخطانا، اگر ما فراموش کردیم و خطا کردیم. یعنی الله میفهمه که ما بنده هستیم، عاجز هستیم، از پیش ما غلطی میشه، از پیش ما فراموشی میشه، اشتباه میکنیم، غلطی میکنیم. این حال الله متعال میگه که دعا کو که پروردگار ما را مؤاخذه نکو به اشتباهاتم. یا الله ماه مبارک رمضان است، ما را با گناه های ما مؤاخذه نکن، ما را مغفرت بکن. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. یا الله چقدر الله مهربان است. ما همونجا در زندان بیخی تعجب کردم، به دیگه دوستا کسایی کجا بودن گفتم ببینین الله چقدر مهربان است، خودش بر ما یاد میده، میگه که این تو دعا بکن، ربنا ای رب ما، ای پروردگار ما، ای خالق ما، ای حافظ ما، حفظ کننده ما، روزی دهنده ما، ولا تحمل علينا اسرا، او سختی های را بالای ما متحمل نشو که کما حملته علی الذین من قبل، مثل که او سختی ها را آوردی بار کردی سر کی؟ سر کسایی که قبل از ما بود، قبل از ما امتایی بودن که در پشت سرش امرو چیزا میمانند، قسم چیزهای آهنی را که در پشتش کم تو کش میکرد، تمام گوشت های ازی مثل که قلبه میشه، تو یعنی گوشت های ازی کش میشد و در گردنشان مثلا شمشیر میمان. یا الله این چیزهایی را، سختی‌ها را که سر از اونا متحمل شدن، او سختی‌ها را سر ما نمیه. علی الذین من قبلنا، قبل از ما بودن. ربنا ای رب ما، این دعا را یاد ما میده، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا الله ما را تحمیل نکن ما آنچه که لا طاقت لنا به، ما طاقت نداریم. یعنی سر ما قدر مصیبت و سختی را نبیر که طاقت از رو نداشته باشیم. با الله دعا میکنیم و الله متعال این بر ما یاد داده، واعف عنا یا الله، ما را عفو بکن، واغفر لنا و ما را مغفرت بکن، وارحمنا و بالای ما رحم بکن، انت مولانا، یا الله تو دوست ما هستی، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ما را نصرت و کامیابی نصیب بکن بالای قوم کافران. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یک 2 دقیقه از پیشتان اجازه میگیرم، 2 دقیقه بعد پس میام ان شاء الله.